ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم یکم، گفتاری 21. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن زرفتگان ساختم. تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چی ره باختم. مؤلف. بعد از یک هفته حاصل خنداری، تقاییم علی خان که مادرم را در وقت بیماریش برده بود آمد. وی به ما حساب داد که به برداشتن مرده مادرم 100 تنگه خرج کرده اند و این مبلغ را از ما طلب کرد. ما 20 من 160 پود کوکباش را هر من 5 تنگگی 75 تینی حساب کرده به قرض او دادیم. در بازار 1 من کوکباش 7 تنگه بود که به او هم از هر من 2 تنگه برای برداشته بردنش گذشت کرده شد. از غیر این خر هم آن زمستان با سیری و پوری کوکباش خورده برآمد. این حاصل از آن جمله حاصلی بود که کسی مانندش را تا آن زمان در دیهه یاد نداشت. استا عمک هم نیم تناب زمینش را همان سال جواری کشته بود. 3 من جواری سفید و 2 من کوکباش برداشت و حال آنکه جواری او به واسطه پسرش اکرام خواجه از تاراج پرندگان تماما نگاهداری کرده شده بود. مردم می گفتند که اگر جواری شما هم درست نگهداری می یافت 40 من دانی سفید می داد. موسفیدان دیها این حاصل بلند را دیده می گفتند که حاصل این قدر بلند خاصیت ندارد. انا همین حاصل از حد افزون بود که سری سید مراد خواجه را پدرم را خورد. من با وجود خردسالی به این عقیده راضی شده نتوانستم. من بسیار ساده محاکمه می کردم. من در دل خود می گفتم پدرم مهنت کرده 1 تناب زمین را غوزه کشت. غوزه پایه خشک شده مهنتش تماما سوخت، اما این بی حاصلی عمری او را زیاد نکرد. چرا حاصلی خوب عمری او را کم می کرده باشد؟ پلو کدو هم که حاصل اولین مهنت دهقانی من بود، از عادت بیرون حاصلی بسیار داد. من بعد از خزان ریزی پلو کدوهای سرخ شده را کنده در دکانخانه پدرم رخ زدم. 1 خانه 5 بالاوره از زمین تا شیفت پر از کدو شد. کدوهای نیمرس و خام را برای خوراکواری در مدان خانه جای کردم. من آن زمستان کدو فروشی کردم و این کار را با یک انتظامی معین گرفته بردم. در غژدوان هر هفته 2 روز شنبه و چهارشنبه بازار می شد. من هر روز بازار 16 دانه کدو را در جوال انداخته بازار برده دانه دانه می فروختم. در هر بازار برای بستنی خر در سرای 2 پول نیم تین،
برای تکجایی کدو فروشی 4 پول 1 تین خرج می کردم. از غیر این هر روزی بازار به 4 پول 1 کلچه شیرمال، به 4 پول انگور خریده خود می خوردم و برای برادران بیمارم هم 2 کلچه شیرمال خریده به خانه می بردم. به همین طریقه من در هر روزی بازار 22 پول 5.5 تنگه خرج می کردم. هر هفته نیمچه 500 گرم گوشت هم به خانه می بردم. بعد از آن که پولی کدو غن شدن گرفت، به خودم و دادرهایم از بازار لباس خریدم. اکم به قدری ضروری لباس داشت. بعد از همین قدر خراجات در بهاران از بقیه پولی کدو 1 گوسفندی آچه بچه خریدیم. سردار و دستیاری آیله. من آن سال در آیله همان هم به جای پدر، هم به جای مادر و هم به جای دستیار کار می کردم. از بس که اکم هنوز نیم بیمار و دادرانم خردسالی از بیماری نو خلاص شده بودند، به هیچ کار یاری داده نمی توانستند. مادرم بنابر بیماریش آن سال شینی توت پخته نتوانسته 1 جوالچه توت مویز کرده مانده بود. یک زنی همسایه به من از توت مویز حلوای تر پختن را یاد داد که هر هفته 2 بار حلوای تر می پختم و این در تمامی هفته به ما نانخوریش می شد. با آسیا جواری برده آرد کرده می آوردم. زنی ابراهیم خواجه هر هفته زغاره پخته می داد. بیشترین خوراک ما آن زمستان حلوای تری آردی جواریگی با زغاره بود. هفته 1 بار شوربا و آشی کشک هم می کردیم. من بازارگردی، آشپزی و جامشویی می کردم. هم چاک و پاره لباسهایمان را می دوختم. من جامشویی را در مکتب زنانه آموخته بودم که این در مکتب کهنه نام اثرم قید شده است. در میانه های زمستان برادری کنانم قوت یافته خیست، لیکن او در خانه بسیار نایستاده برآمده رفت که در یگان دیهه امام شود و برای تحصیل سال آیندهش خرجی یابد. ما در خانه 3 برادران ماندیم. دادری کلانم سراج الدین 8 ساله‌ای 9 برا بود. با وجود برطرف شدن بیماریش قوت نیافت. او ذاتاً ضعیف جثه و رنگ کنده بود و از تگ بیماری 1 چوبچه خشکی بیرنگ شده برآمد و اشتهایش هم خوب نبود. اما دادری خوردم که کرام الدین نام داشته 4 ساله بود، بعد از بیماری زود قوت گرفت. ساختی بدن کرام الدین هم عجیب بود. قدش نسبت به سالش بلند، سرش از عادت بیرون کلان و گردنش پره بود. سری سینه‌اش بسیار وسیع بود. او در راه رفتن سینه‌اش را به پیش دمانده برآورده قهرمان تراشانه قدم می پرتافت. کم می خندید و سخنهای پخته جدی می گفت. او بسیار زیرک و حاضر جواب بود. 1 بار او 1 حاضر جوابی شاعرانه کرد که هنوز از یادم نبرآمده است.
برادر کلانم به تبریان نام دیهه که از ما 16 کیلومتر دوری داشت رفته امام شد و بعد از چند گاه در آنجا ماندن گوشت، برنج و روغن خریده آورد که به ما آشی پلو پخته دهد. خودش آش را پخت و در آش استا امک و پسری او اکرام خواجه را هم جیغ زدیم. ما در سری صندلی به آشخوری می شستیم. در کاداک پیشگه استا امک، در دو کاداک پهلویی اکم و اکرام خواجه و در کاداک پایان ما 3 دادران نشسته بودیم. در روی آش در قطاری گوشت برده ها یک الیکی لینگی لبندان بود. برادر کلانم از روی آداب چنان که عادت بود آن استخوان را از روی آش گرفته به استا امک تقدیم کرد. من دندان ندارم گفت استا امک، خودتان نوش جان کنید آش شود. از بس که دیگران از اکم خردسال بودند به هیچ کس تقدیم نکرده خود به استخوان خواهی در آمد. استخوان کلان و پیهایش سخت بود، بنابراین اکم با 2 دست استخوان را نگاه داشته با زور دندان پیهایش را کنده می گرفت. اکم خبردار شد که برادر خردترمان کرام الدین خشمگینانه به استخوان خواهی او چشم دوخته ایستاده است. چرا نگاه میکنی؟ گویان اکم از وی پرسید. خودی خیبر بر این استخوان میخواهید؟ گفت با آهنگی آتشینانه. همه خندیدیم. از این جوابی او من بسیار ذوق کردم. دلی او به همان استخوان کشال بوده است. چون اکم به او نداده خود خاییده است، در غضب شده با خواهشی حالتی روحیه آن وقته خود آن کرداری برادری کلان را به استخوان خایی سگ مانند کرده است که این تشبیه با معنای پره خود تشبیه تام بود. من در وقت شعرخوانی های خود از همه زیادتر از تشبیه های شاعران ذوق می کردم، اما این تشبیه بچه 4 ساله از همه آن تشبیه هایی که من تا آن وقت در شعرها دیده بودم و ذوق می گرفتم پرتر بود. بی هیچ اندیشه دور و دراز حاضر جوابانه با این تشبیه تام انتقامگیری آن کودک ذوقی مرا باز افزون تر کرد. خود هرچند آن وقتها شاعر شدن را آرزو می کرده باشم هم درباره به وجود آمدنی آن آرزوی خود هیچ باوری نداشتم، اما در دل خود مقرر کردم که این بچه 4 ساله آخر شاعر خواهد شد و در پس خنده ها به او خطاب کرده گفتم تو شاعر خواهی شد. با این سخنی من کسی چیزی نگفت. البته نه تنها آن کودکی 4 ساله بلکه دیگران هم معنی این سخنی مرا نفهمیده بودند. حتی حس کردم که اکم از این سخنی من قدری رنجید، چون که من به جای اینکه کودکی به او بی آدابی کرده را کاهش کنم آن تحقیر کننده را تحسین کرده بودم. من آن وقتها خیالی بخارا رفته خواندن را تماما از سری خود دور کرده بودم. هرچند آرزوی خواندن خصوصا بعد از وصیتی پدرم از اوله زیادتر شده باشد هم این آرزو به نظرم یک خیالی محال بر این می نمود، چون که اکم خود را به تیغ و تبر زده به کدام دشواری که باشد خواندن خود را دوام می داد. من باید به جای پدر و مادر دادران خردسال را پرورش می کردم. اگر من هم به فکر بخارا روی می افتادم این 2 دادری خردترکم تلف می شدند. وجدانم وظیفه تربیه این کودکان را از همه آرزوهای من بالاتر کرده
به گردن من بار کرده بود. بنابراین من آن سال به پیش امام دیهه خواندن را هم ترک کردم و به کارهای خواجگی مشغولی گزیدم. من بهاران از پولی باقی مانده کدو یک میش و بره خریده به گوسفند چرانی در آمدم و در دل خود می گفتم در تیر ماه هر دوی اینها 2 گوسفندی کلانی فربی خواهند شد. یکی را فروخته در زمستان خرج می کنیم، دیگری را کشته تار کشیده می خوریم. من گوسفندان خود را بیشتر به سری مزار خودمان در خارزار و جنگل‌های مزار می چرانیدم که آنجا صاحبی مخصوص نداشت و از بس که دیگران از غضب اولیا و از هجوم اجینه و اژدها ترسیده به آن جاها چارپا نمی برآوردند، آنجا 1 درجه سیر علف هم بود. به بالای تل برآمده نشسته کشتزارها و باغچه های حولی ها را تماشا کردن، گاها به سنگ های مزار انگشت زده خطهایی در آنها کنده شده را خواندن طبع مرا خیلی چاق می کرد. در مزار گوسفند چرانی کردنم در آچرکی کلخازی کمونیسم قسماً عکس گردیده است. در یک سنگ با خط خوبی نستعلیق این شعر خلقی نوشته شده بود: دریغا که دنیا جفا می کند، که یاری زیاری جدا می کند، به یاری که 2 روز همدم شدیم، به 100 جور از ما جدا می کند. در سنگی دیگر این 4 مصرعی سعدی نوشته شده بود: شنیدم که جمشید فرخ سریشت، به سرچشمه بر به سنگ نویشت، بدین چشمه چون ما بسی دم زدند، برفتند چون چشم برهم زدند. بعد از گذشتن ایامی بهاران و خشکیدن علفهای سری مزار، جای گوسفند چرانی من دریاباد شد. به اصطلاح آن وقته آن جاها را آداغ، آبداغ می نامیدند. از بس که در آداغ در وقتی آبخیز آبی زرفشان می برآمد و در دیگر وقتها زهی دریا زده ایستاده سیر نم بود، علفش خوب می رسید. همه بچگان پادبان و چوپانان آن دیه هم مالهای خود را در آنجا می چرانیدند. ما مالهای خود را به چرا سر داده خود در سایه درختانی بید هر گونه بازی ها تشکیل می کردیم. هر وقت که گرسنه مانیم از اطراف زمین ها و کنارهای زهکش ها لوبیاهای خام را چیده با نمک جوشانده لوبیا شورک کرده می خوردیم. من حادثه لوبیا شورک خوری را در رمن غلامان تصویر کردم. گاه شکاری ما اوج می گرفت. به شستهایمان که در آبهای کلمکی کنار دریا بسته می ماندیم ماهی بچگان گرفتار می شدند. ما شکارهای خود را در گلخن بریان کرده با نمک می خوردیم که بسیار بلذت بود. در نزدیکی های تیر ماه ما از مالچرانی دریاباد محروم شدیم. تفصیل این واقعه این طریقه است: زمین دریاباد آداغ زمین پادشاهی به شمار می رفت. هر دهقانی که از آنجا زمین گشاده کارم می کرد از حاصل کشت خود 10 4
یعنی 40 فایزش را به پادشاهی میداد. در آن سالها در تومنی خیزدوان قربیک نام املاکدار شد و بسیار ظالم بود. او حاصلی کشتی زمینهای املاک را با چندین حیله و نیرنگ و ظلم و زور که من در رمن غلامان تصویر کرده ام تماما می گرفت و به بالای این بهانه یافته دهقانان را از پادشاهی قرضدار کرده هم می ماند. بنابراین آن سالها دهقانان زمینهای املاک را نمی کشتگی شدند و زمینهای کارم خارزار شده ماندند. او به صاحبان آن زمینها خارپولی انداخته گرفت. زمینهای کارمی آداخ هم از کشت مانده میته شده بودند. قربیک شخصا خودش آمده به صاحبان آن زمینها هم خارپولی انداخت و او دید که در دریاباد گاو و گوسفند بسیاری را چرانده گشتند. خواست که به صاحبان آن مالها چراپولی اندازد و به این مقصد پادبانان و چوپانان را به حضور خود جیغ زد. اما مالچرانان از ایما و اشارت دهقانان فهمیدند که او در این جیغ زدن نیتی بد دارد. مالهای خود را رانده به هر طرف پراکنده شده رفتند. انا همین طریقه شده ما دیگر به دریاباد مال چارپای خود را نبردیم و آنها را در زمینهایی که کشتهاشان غنداشته شده بودند و در اصطلاح آن وقته انگار نامیده می شدند چرانیده گشتیم. آن سال ما از 2 تناب زمین که از پدر مانده بود چیزی حاصل گرفتن نتوانستیم. البته من با قوت خود آن زمین ها را کشته نمی توانستم. بعد از وفات پدر از تاجکانی دیه امان میرزا مومین نام دهقان که با پدرم دوست بود به یاری من رسید. او زمینی غوزه‌اش پای خشک شده را گندمی تیرماهی و جای جواری را جوی بهاری کشته داده به من گفت خودت نگاه و بین کن، حاصلش تماما از خودت. برای خوراک برزگاوان من کاهش را به من دهی می شود. اما علافی که من تخمی جوی بهاری را از وی گرفته بودم به جای جوی بهاری جوی تیرماهی داده بوده است. بنابراین جو بعد از سبزیده قد راست کردن مانند اجریق به زمین پهن شده رفت و سر نکشید. گندم باشد در وقت گل به علابلوت گرفتار شده تماما سوخت و حتی از آن زمین تخمش هم نروید. من که سالی گذشته از پلوکدو مزه خوراک شده بودم، امسال هم زمینچه پایانی صفه خانه امان را از پارساله بهتر کار کرده باز پلوکدو کشتم. اما من آن وقتها نمی دانستم که یک کشت را، خصوصا کشتی پلکی را در یک زمین پی در هم کشتن درست نیست. وقتی که پلکی کدو تناب پرتافته گل کرده بنا چبستن در آمد، در پیش هر یک بیخی پلک یک گل هم که در زبان ادبی شمگیاه می نامند برآمد و ناچه های کدو زرد شده ریختن گرفتند و یگان دانه کدو هم به وایه رسیده خوردن باب نشد. همین طریقه شده آن سال من از دهقانی چیزی گرفته نتوانستم. از بس که بهار سرد آمده زردالو و توتها را سرما زده بود، حاصلی سردرختی هم کرایی نشد. احوال دیهه ما در آن سالها.
تا سالهای 1868 تا جنگی بین امیر بخارا و پادشاهی روسیه و صلح بین این دو مملکت، املاکداران غژدوان از آن جمله املاکداران دیهه ما هم مانند املاکداران ریانهای دیگری بخارا به پادشاهی از حاصل کیشت 10/4 یعنی 40% انداز می دادند. بعد از صلح بین امیر و پادشاهی روسیه رسما این قاعده برقرار باشد هم امیر مظفر با بهانه‌ای به پادشاهی روسیه تضمینات حربی دادن به طرز غیر رسمی آن قاعده را ویران کرده درباره به قدر امکان از دهقانان زیادتر رویانده گرفتنی انداز به مأموران خود تعلیماتی زبانی داده است. مأموران حکومتی بخارا که اگر امیر به آنها سله بیارید گوید کله می آوردند، از دهقانان هم سله و هم کله شان را گرفته آنها را به پوست کندن در آمدند. در زمانی عبدالاحد باشد، از بس که او هم از غیر رسما ویران کردن قاعده پیشتره در هر سال از هر ریان از سال گذشته بیشتر مالیات طلب می کرد، برای اجرای این طلب آدمانی کاردان و کارچلان را یافته املاکدار تعیین می نمود. قربی که پیشتر به املاکداران و حاکمان میرزا کاتب شده کار می کرد، بعد از بسری حکومت نشستن عبدالاحد بنابر کاردانیش در غژدوان که آبادترین و حاصل خیزترین جای ولایت بخارا بود املاکدار تعیین شد. قربیک در اصل از جمله دیهاتی ساکتری از دیهه تخت قرغان از جماعی برقطها بود. این ظالم غدار که ریان غژدوان خصوصا دیهاتی ساکتری را خوب می دانست، ظلمش را بیشتر در همین سرزمین اجرا کرد. در تحت قرغان یک کوری کلان بود. مردم را به مهنتی بیموزد سفربری کرده آن کول را با خاک تیپه خشک و هموار نموده برای خود کوشک و چارباغ بنا نمود. این مهنتی مجبوری بیمزدی او حتی در سال وبا هم دوام کرد. قربیک اولین کسی است که به زمین‌های املاکی ناکشته مانده به نام خارپولی انداز انداخت. چون دهقانان برای نرویدن خار زمین‌هاشان را رانده شدگار کرده اما ناکشته گذاشتند، به آن گونه زمین‌ها به نام شدگار پولی انداز دیگری انداخت. این قاعده با نمونه قربیک در همه ریان‌های بخارا جاری شد. شما گفتار 21 رو از روی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجامقولов، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.